هالاپینو بهش میزنم. خودم رو بخورم بعد حرف بزنم. این همون کباب خاصی هستی که من برای خودم درست میکنم و طعمش، نوع درست کردنش، حتی نوع سیخ گیریش هم مخصوص خودم هستش. سلام، به آشپزخونه خودتون خوش اومدید. آقا امروز نگم براتون هم هوس کباب کوبیده کردم، هم هوس بال کبابی کردم. تا حالا شده دلت هر دوتاشو با هم دیگه بخواد؟ خب بعد چیکار کنیم؟ امروز میخوام بهت یاد بدم یه کباب میکس بزنی که توش هم بال داشته باشه هم کوبیده. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. برو بریم. یه قاشق غذاخوری سس فلفل هالاپینو بهش میزنم. بعد نصف قاشق چایخوری بهش نمک اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری بهش پودر تخم گشنیز میزنم. این منیت مخصوص خودم هستش، این کاملا اسپشیال خودمه. نصف قاشق غذاخوری بهش زعفران اضافه میکنم. حالا پول بیبر ترکی، چه معجونی بشه این کباب. روغن مایه. حالا اینا رو حسابی به هم ورز میدم، میمالم، مخلوط میکنم، هرچی که شما توشو بذارید تا کاملا این مواد به خوردشون برن. این مرینیت که انجام دادم بهتون گفتم این اسپشیال خودم هستش و تا حالا هر کس خورده جز این که آتیش گرفته براش اتفاق دیگه‌ای نیفتاده، کاملا زنده مونده. ما یک کباب کوبی دارم، آموزش دادم ویدیوی قبل، این بالا بازم لینکشو میذارم که چطوری ما یک کوبی رو درست بکنید. یه سیخگیری جالبی داره که نمیخوام بگم مثل این دوستان که توی آشپزی دارن کار میکنن بگن همه چی ابداع منه، ولی من خودم این مدل سیخگیری رو جایی ندیدم و خودم حداقل میگم جایی ندیدمش، ولی ابداع خودم. بریم اینا سیخ بگیریم، یه ساعت استراحت کنه، روشو بکشید، یه ساعت استراحت بکنه، اگه بیشتر بمونه مزه بهتر به خوردش میده. روشو بکشیم، بزنیم یه ذره استراحت کنه، بعد برای سیخگیری خدمتتون برسم، کترم بار بذارم. پس چند دقیقه دیگه بریم برگردیم. خب برای سیخگیری اولیه بال کبابی رو سیخ میگیریم. یه تیکه گوشت برمی دارم، حدوداً 20 گرم. توی دستم شبیه دوک درش میدارم، منتها یه مقدار بلندتر و اندازه همین بال کبابی. حالا اون رو هم از وسط ردش میکنم و میچسبونم به بال کبابی. حالا بال بعدی رو برمیدارم، اون رو هم دور به همون شکل میچسبونمش به بال. این بال ها حائلاً کمک میکنن که اینا روی آتش خوب وایسن. بعد بال بعدی میچسبونم به گوشت. دوباره میرم سراغ گوشت. گوشت شبیه دوک در میارم. میچسبونمش به بال. خب چقدر خوشگل شد. آدم باید همیشه برای خودش بهترین ها رو بپزه، هم بال کبابی توش داره هم کباب کوبیده. بریم برای پختش. بچه ها این قابلون 7 ثانیه یه بار برگردوندن در مورد این هم ست میکنه تا گوشتش کاملا خودش رو بگیره. به آرامی هر 7 ثانیه یه بار برگردونی تا هر دو طرف گوشت به طور یکسان توسی بشه.